سلام آقا، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو قرار مونده PvPF ورژن 2 رو بازی کنیم که نمیدونم دقیقا همون موده یا نه، ولی خب این مود برای ورژن 7.3 پلاش انجین فلاچت انجین همچین چیزی ساخته شده و با ورژن 1 یا 1.4 بازی نکنید چون باگ داره و مود کامل اجرا نمیشه. قبل از اینکه شروع کنیم حتما لایک و دنبال فراموش نکنید. بریم سراغ مود. و در ضمن یه نکته هست، این مود من احساس میکنم ورژن دیموه چون هارد و ایزی نداره، اصلا داره میزنه فایل جیسونش وجود نداره. نمیدونم داستان چیه ولی فقط نرمال داره، به نظر دیمو میرسه. 3, 2, 1, go! خب آقا، اینم از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و دنبال فراموش نکنید. آرزو میکنم روز خوبی رو داشته باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.